از اونجا که رنگ نسکافه یکی از پرطرفدارترین رنگ ها هستش، بریم امروز این رنگ زیبا رو با هم بسازیم. برای ساخت این رنگ سفید، اوکر، مشکی و قرمز احتیاجه. ابتدا اوکر رو به رنگ سفیدمون اضافه میکنیم. خیلی کم قرمز رو اضافه میکنیم و ترکیب میکنیم. رنگ مشکی رو اضافه میکنیم، ترکیب میکنیم و جالبه که بدونین رنگ مشکی رو به هر رنگی بزنید خامی اون رنگ از بین میره. برای اتمام کار سفید رو اضافه میکنیم و رنگ نسکافه ما ساخته میشه. من چون میخواستم رنگ نسکافه‌ای که دارم میسازم دقیقا همین رنگ نسکافه خودم بشه، خیلی کم اوکر اضافه کردم و این رنگ ساخته شد. اینم تست رنگ. اگر با همین ترتیبی که من به شما گفتم رنگ ها رو اضافه کنید، رنگ نسکافه بسیار زیبایی ساخته میشه.